سلام دوستای عزیز، امروز ما باز هم همراه با یک طرز تهیه ترشی مزه‌دار و اشتهاور در خدمت شما خوبان قرار دارم. مواد لازمی این ترشی سبزیجات دلخواهتان میتونه باشه. هر سبزی که دوست داشتین میتونه استفاده کنین، مشکل نداره. ما گلپی، زردک، بادنجان سیاه، سیر، مرچ تازه استفاده میکنم و همچنان سرکه و سیادانه رو به خاطر که به مدت زیاد نگهداری شوه استفاده میکنم. ابتدا گلپی ها را ریزه میکنیم. من سیادانه را به خاطر استفاده میکنم که ماندگاری ترشی را زیاد میسازه، یعنی به مدت زیاد ترشی را نمیمونه که خراب شوه. زردک ها را پوست میکنم. دوستای عزیز، اگر به آشپزی خانگی علاقه‌مند هستین، از شما دعوت میکنم تا با سابسکرایب کردن این کانال همراه همیشگی ما باشین و ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. نوبت مرچ شد، مرچ هم سرایش میگیریم. سیرم پوست میکنیم. دوستا، سبزیجاتی که ما در نظر گرفتیم هر کدام جدا جدا جوش میتم، چون زردک دیرتر نرم میشه و نمیخوایم تلخی مرچ به دیگه سبزیجات بره. بادنجان سیاه را قسمتی وسطش با کارت میبریم. زردک ها را با سایز دلخواهتان توته کنین. من به خاطر میده کردن سیر از لونگ استفاده میکنم، شما باز میتونید از میکسر استفاده کنین. سیر هم لی شد. یک مقدار آب در دیگ میندازیم، زردک ها را اضافه میکنیم، سر دیگه بسته میکنیم و به 3 دقیقه بخار میتیم تا زردک 80% نرم شوه. بعد از او زردک ها را در چلا صاف میندازیم، آبش برطرف میکنیم. نوبت گلپی شد، گلپی را میندازیم در دیگ و به 2 دقیقه بخار میتیم. بعد از او بادنجان سیاه را به می شکل، مرچ به می شکل جوش میتیم به 2 دقیقه و آبش برطرف میسازیم. تمام سبزیجاتی که 80% جوش داده بودیم به دیگ اضافه میکنیم. سیری که کوبیده بودیم به دیگ اضافه میکنیم. یک مقدار سیادانه بالاش میریزیم. یک بوتل سرکه اضافه میکنیم به خاطر که زیاد تند و تیزم نیایه. یک مقدار آب جوش سرد شده اضافه میکنیم. 2 قاشق نمک اضافه میکنیم. تمام مواد با هم میکس میکنیم و به 5 دقیقه جوش میتیم تا نمک و سرکه به خوبی داخل تمام سبزیجات جذب شود. ترشی رو به بوتل ها اضافه میکنیم و سرکه را بالای آن اضافه میکنیم. سرکه باید یک بندی انگشت از تمام مواد بلند باشه. این باعث میشه که ترشی ما پوپنک نگیره و زود خراب نشه. دوستا، ترشی آماده است. بعد از 2 روز میتونین استفاده کنین. در 2 روز در هوای اتاق که نور نباشه میگذارین و همراه هر غذایی که دوست داشته باشین میتونین نوش جان کنین.